دنیای خواب‌ها رو جدی بگیر. اینایی که بهت میگم تعبیر کامل خواب هست. امکان نداره توی خواب کسی رو ببینید که نمیشناسید. آیا میدانستید پرواز کردن در خواب به معنای مسافرت است؟ افتادن از بلندی در خواب به معنای مواجه شدن با مشکلات است. دیدن قصر در خواب به معنای آسایش و آرامش است. دیدن انگشتر در خواب به معنای تعهد به یک موضوع است. دیدن باران در خواب به معنای روزی و نعمت است. تعبیر برقراری رابطه جنسی در خواب داشتن آرامش و صلح درونی است. دیدن زلزله در خواب به معنای آشفتگی و سرگردانی است. آرایش کردن در خواب به معنای عزیز شدن در بین مردم است. دعوا کردن در خواب به معنای حل شدن مشکلات است. غذا خوردن در خواب به معنای ثروت است. دیدن موی بلند در خواب به معنای عمر طولانی است. گریه کردن در خواب به معنای شادی و خوشحالی است. فرار کردن در خواب به معنای رسیدن به آرامش است. دیدن روباه در خواب به معنای دشمن حیله‌گر است. دیدن برق در خواب به معنای ثروت است. دیدن طاووس در خواب به معنای عمر طولانی است. دیدن زن زیبا در خواب به معنای موفقیت است. دیدن مرد غریبه در خواب به معنای فرصت جدید است. دیدن طلا در خواب به معنای حل شدن مشکلات است. دیدن ماه در خواب به معنای خیر و نیکی است. دیدن انگور در خواب به معنای روزی و برکت است. دیدن گل در خواب به معنای تولد فرزند است. دیدن طوطی در خواب به معنای باردار شدن است. دیدن کبوتر در خواب به معنای رسیدن خبر است. دیدن گنجشک در خواب به معنای عشق و آسایش است. دیدن عقرب در خواب به معنای دشمن حیله‌گر است. برام بنویس دیشب خواب چی دیدی؟